سیب مکینتاش که جهان را مبهوت خود کرده اختراع استیو جابز است، ولی سیبی که میخوریم را چه کسی آفریده است؟ سمعک طبی. رینه لینینگ دانشمند فرانسوی سمعک طبی را در سال 1818 میلادی اختراع کرد، ولی چه کسی گوش را آفرید که با آن همه چیز را میشنویم؟ ماشین حساب توسط بلیز پاسکال دانشمند فرانسوی در سال 1639 میلادی اختراع شد. اما عقل بشری را چه کسی آفریده است؟ چیزی که عملکردش برابر است با 1,000,000 ماشین حساب پیشرفته که همزمان کار کنند. چراغی که برای روشن کردن اتاقتان استفاده می کنید توسط توماس ادیسون در سال 1879 میلادی اختراع شد. خورشید پرفروغی که جهان را روشن می کند چه کسی آفریده است؟ هواپیما را برادران رایت در سال 1903 میلادی اختراع کردند. پرندگانی را که می توانند تا مسافت‌های طولانی در هوا پرواز کنند را چه کسی آفریده است؟ او الله است، آفریدگار همه چیز. جستجویش کن، حتما او را میابی. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو خداوند یکتا و یگانه است. خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند. هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است. موضع‌گیری افراد مختلف در برابر آفریده‌های خداوند متعال و مدیریت بی‌نظیر وی بر جهان هستی متفاوت است. تمامی انسان‌ها روزانه از نعمت‌های بیشمار الهی بهره برده و همگی می‌دانند که این آفریده‌ها آفریدگاری دارد. برخی به او ایمان آورده و عظمت خالق را ارج نهاده و سپاسگزار نعمت‌هایش هستند. اما برخی دیگر به او کفر ورزیده و لطف و احسان و محبتش را انکار می کنند. تو از کدامین گروه هستی؟ Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. دوبله شده در بزرگترین گنجینه کتاب‌های الکترونیکی اهل سنت و دگراندیشان، کتابخانه الکترونیکی عقیده www.aqeede.com